جایی برای گفتگو با معصومه و اما. از همینجا درود میفرستم و سلام میفرستم به تمام هموطنانم در سر تا سر دنیا. من امروز یک مهمان خیلی عزیزی دارم که برای این مصاحبهش واقعا خیلی وقت گذاشتم و خیلی دوست می داشتم که در برنامه با من در مورد خودش، در مورد جریاناتی که در ایران داره میگذره صحبت کنه. چون وقت ما نیم ساعت هستش من زیاد صحبت نمی کنم و مهمان عزیزم را با این اسم شکوفه آذر، پریسا آزادی، فعال سیاسی از داخل ایران که مهمان ما هستش. شکوفه جان سلام، حالت خوبه؟ درود بر شما، روزتون بخیر باشه. من اولین چیزی که به نظرم میرسه که بخوام توی این مسابقه مطرح کنم، در مورد خودم خیلی بحثی ندارم، اینی که فقط ما سال گذشته تو تاریخ 18/3/94 من و همپروندگی دیگم توی منزل شخصیمون دستگیر شدیم و بدون هیچ حکم قضایی دادستانی و مدت 20-25 روز توی انفرادی 209 بودم و بعد هم که بند نسوان و مدت 7-8 ماه بلا تکلیف بدون وکیل و بدون ملاقات. و بعد از اون حالا به خاطر حالا اطلاع رسانیایی که بیرون انجام شد من تونستم وکیل داشته باشم و اتهامات خیلی کذب و وحشتناکی به اسم مثلا یکی از اتهاماتی که به ما زدن تشکیل گروه ترور قاضی صلواتی بود که هیچ مبنایی نداشت غیر از حالا یه تلفن، در واقع صحبت تلفنی که هم پرونده‌ای من در مورد حالا به خاطر حکمای وحشتناکی که خصوصا تو اون دوره خاص برای آتنا فرقدانی داده شده بود، 12 سال حکم، فقط در حد یک جمله توی تلفن صحبتی در این زمینه کرده بود. ولی من بیشتر این چیزی که میخوام بهش بپردازم بحث خودم نیست. در حال حاضر من الان حکم بدویم که اومده 5 سال تعلیق هست و 2 سال در واقع حکم تعزیری بوده که با 134 شده 1 سال و الان هم که با قرار وثیقه بیرون هستم. و اینی که این حالا روند کلی پرونده من بوده در رابطه با خودم. ولی من چیزی که بیشتر از هر چیزی میخوام بپردازم بهش، مدت 10 ماه زندان من خیلی نمیشه اصلا اسمشو زندان گذاشت در مقابل کسایی که من اونجا دیدم در بند نسوان که واقعا زندانی سیاسی گمنامی هستن که هیچ اسمی 8 سال 9 سال هست که مثلا محبوس هستن ولی نه خبر رسانه‌ای روشون کار میشه، نه در واقع جای اسمی ازشون برده میشه و در واقع کاملا ناشناخته حکمشون رو میگذرونن که حالا من اگر نیاز باشه سعی میکنم اسم ببرم، خصوصا کسایی که واقعا کار نمیشه در موردشون. و یه گزارشی که من همون 1 هفته 10 روز بعد از دستگیریم برای در واقع سایت هرانا کار کردم که اسم و حکم و در واقع اسم قاضی پرونده و شرایط حتی بیماری که دوستان اونجا داشتن و بی‌توجهی که میشد بهشون رو توش ذکر کردم. حالا من منتظر سوال شما میمونم تا بعد بخوام بقیه این مقدمه رو ادامه بدم. الو خیلی ممنون، مرسی که در مقدمه اینقدر واضح برای من توضیح دادی. یک چیزی رو که الان من به نظرم رسید، ببین ما وقتی که داریم یک زندگی حالا زناشویی یا خانوادگی داریم هر روز اون زندگی رو میگذرونیم، یک نفر کار میکنه یا 2 نفر کار میکنه، زندگی رو میچرخونه. وقتی برمیگردیم به قسمت بخش سیاسی، زندانیان سیاسی که میشه، اینها معمولا جرمی رو مرتکب نشدن، در واقع خلاف اون چیزی که داره در جامعه میفته بر ضد مردم جامعهش هست داره به خاطر اون تلاش میکنه. اینها وقتی که من نمیدونم در کشور ما جرم یعنی چی، یعنی تنها چیزی که مشخص نیست جرم، یعنی هر کی اعصاب بالانشه میتونه برای خودش هر مسئله‌ای رو جرم تلقی کنه. وقتی که این افراد که من فکر می‌کنم الیت یک جامعه هستن، روشنفکران یک جامعه هستن که درد جامعه رو میبینه و داره تلاش میکنه برای بهبود اون، وقتی میره سالهای سال در زندان هست، من فکر میکنم اینا خانواده دارن، اینا این زندگی این خانواده ها چجوری میگذره، مثلا زن، بچه یا حالا شوهر برعکس. یا الان از بند نسوان صحبت کردی، میشه یک مقدار بیشتر در اون باره صحبت کنی که اونا چه کسایی هستن، اصلا چرا اونجا هستن، زندگیشون به چه صورتی، چرا اینقدر گمنام هستن؟
عرض شود خدمت شما، خیلی صحبتاتون واقعا جالب بود و سوال خیلی عالی و خوبی مطرح کردین. ببینین بند نسوان کسانی که در واقع گمنام میمونن بیشتر به خاطر نوع اتهامیه که بهشون زده. من به عنوان جرم که اصلا اینا رو هیچ کدوم از نظر دید شخصی من جرم چیزی که ثابت شده و به نظر من یعنی یه کاریو که کار اشتباهی که برخلاف منافع جامعه باشه انجام شده، در حالی که اینا فقط اتهامه. و یکی از علتایی که اون کسایی که گمنام هستن به خاطر اینکه خب حالا من اسم میبرم، حتی توی بند نسوان مثلا 30 نفر، حدود 30 نفر زندانی هستن که به خاطر حکمای سنگینی که دارن و خصوصا از 2 تا طیف حالا فکری هستن که واقعا بهشون ظلم میشه و گمنام باقی میمونن تا یه حد زیادی. یکی از همه مهمترشون بچه‌ای هستن که در واقع خانم‌هایی هستن که از مجاهدین حالا دوره سالهای 60 باقی مانده اونها هستن و اینها چون مثلا از سالهای 60 یه سابقه سیاسی تو دوره سال 60 یا 62 این دوره زمانی، این طیف زمانی داشتن، خب یه سابقه دستگیری داشتن. الان حالا یا خواهر یا برادر یا همسر یا که یکی از خانوادهشون فرزند جزو فعالین حالا مجاهدین هست، حالا نداره کار انجام ده و در واقع اینا رو فقط به این دلیل که چون یه سابقه‌ای داشتن گرفتن و به اسم ارتباط با مجاهدین حکمای مثلا 15 سال 10 سال، کمترین حکمی که بهشون دادن 10 ساله. یعنی ما بچهای مجاهدین رو نداریم کسی که زیر 10 سال حکم داشته باشه. 10 سال، 12 سال، 15 سال. 15 سال کسی هست که مثلا اعدامش تبدیل شده به 15 سال. و اینی که رسانه‌ای نمیشن به خاطر اینکه عملاً چون حکم محاربه روشون هست جرأت رسانه‌ای کردن ندارن. یعنی مثلا فعالین مثلا حقوق بشری نیستن که همه طرف حمایت بشن. در واقع یه اصطلاحی تو خود بند نسوان هست که در مورد مجاهدین خودشون به کار میبرن و میگن مثلا ما مرغ عروسی و اعضای جمهوری اسلامی هستیم. هر زمان میخوان بترسونن 2 نفر 3 نفر از مجاهدین رو معمولا اعدام میکنن و به خاطر اینکه جامعه مدنی یه ترسی درش ایجاد بشه. من حتی اسم میتونم ببرم از کسانی که واقعا حتی یه اسمشون توی اینترنت سرچ کنین وجود نداره، مثلا خانم فاطمه مصنع 15 سال حبس به این خانم دادن به خاطر اینکه حالا برادرش توی حالا اشرف حالا فعال هست، یه ارتباط تلفنی با ایشون داشته، بهش 15 سال حکم دادن. چون تو سال 60 فعال بوده به عنوان سابقه دومش در نظر گرفتن و این خانم به حکم 15 سال و بعد یه مدتی همسرشون هم همینطور گرفتن. من زمانی که هنوز توی زندان بودم همسر این خانم هم یه روزی رفته بود ملاقات و همسرش هم گرفتن و اونم همچین حکمی حدوداً، حالا نمیدونم دقیقاً چه حکمی بهش دادن چون تازه گرفته بودن، ولی در کل مثلا یه همچین حکمی داره. یا خانم مثلا ریحانه حاج ابراهیم دباغ، مثلا یه خانومی که یه دختر جوونی که تو سن 26 7 سالگی این خانم دستگیر شده، الان 8 سال توی زندانه و توی بند 350. الو صدای منو دارین؟ بله بفرمایید. الو یک لحظه قطع شده بودید. الو یک لحظه ارتباط ما با شما قطع شد، اگه میشه ادامه بدید. تا اونجا گفتید که 8 سال برای زندانی بریدن. بله در مورد خانم ریحانه حاج ابراهیم دباغ من عرض می‌کردم خدمتتون که 15 سال براشون بریدن، حکمشون هست 8 سال توی زندان هستن و حالا مابقی این 15 سال معلوم نیست چند بالاخره. و چون در واقع اتهامشون هم محاربه هست، به هیچ عنوان چیزی به اسم نمیدونم عفو مرخصی یا مرخصی زندان که جزو حقوق زندانی هست بعد از کشیدن 1/3 حبس یا این مسائل اصلا شامل حالشون نمیشه، یا آزادی مشروط. اینا بخاطر که محاربه جرمی هست که یعنی جرمی بهشون در واقع داده شده که به هیچ وجه نمیتونن از شرایط حتی قانونی بقیه زندانی‌ها استفاده کنن چون شرایط محاربه رو دارن. و این مثلا همسرش، پدر شوهرش، مادر شوهرش حتی یه مدتی با خودش همبند بود، یعنی تو بند نسوان مادر شوهرش هم بود که به خاطر بیماری‌های متعدد اون خانم حالا ایشونو بهشون تبعید در شهر دادن و همسرش حکم اعدام روشه، پدر شوهرش هم به همچنین توی 350 آقای احمد دانشور. ببینین ما و واقعا هیچ رسانه‌ای هم نشده. یا خانم مثلا مریم اکبری منفرد به همچنین به خاطر اینکه خواهر و برادرش حالا جزء مجاهدینی هستن که توی اشرف هستن و این نهایت جرمش این بوده که بعد از سالهای سال رفته خواهر برادرش رو دیده و اینو کردن ارتباط با مجاهدین محاربه و قاضی صلواتی بهش 15 سال حکم داده. و این خانم مثلا با داشتن 2 تا دختر
دختر مثلا نوجوان، یعنی الان دقیقاً 9 سال توی زندان هست و هیچ در واقع نمیتونه مرخصی زندانه و همین شرایط، دقیقاً با همین شرایط. یا میگم کسایی یا خانم صدیقه مرادی 12 سال، خانم زهرا زهدادچی 12، یعنی بیشترین جرم و اجحاف از نظر من چیزی که من به چشم میدم در حق بچهای مجاهدین و بهائی‌ها انجام میشه که بهائی‌ها خب مثلا حکم 20 سال داشتن، حکم اول اعدام بودن این دو نفری که حالا خانم مهوش شهریاری و خانم فریبا کمال آبادی که بعد از مدت‌ها، بعد از 8 سال زندان اومدن ایشون مرخصی که چه بازی‌های رسانه‌ای درست شد سر ماجرای فائزه هاشمی و این مسائل. خب همین یه لحظه اجازه بدید مثلا حکم 20 سال بعد از 8 سال جانم. همینجا یک لحظه ببینید، همین که گفتید رسانه‌ای شده، اتفاقا منم خیلی خبرهاشو گذاشتم، حتی آقای بهاری عزیز در این مورد صحبت کرد، این مخالف و موافق زیاد داشت. من نظر خودم رو میخوام در این مورد بگم. من فکر کنم در کشوری که به نام اسلام توش انقلاب شد، یک انقلاب اسلامی شد و قرار بود که یک دین در اون، یعنی بله نه، و اون زمان که سال 57 رفتن رأی دادن به جمهوری اسلامی رأی دادن، یعنی دین واحدشون بشه اسلامی. من اینطور فکر میکنم و در اونجا بود که انواع اقسام این کسایی که به دین‌های مختلف علاقه‌مند هستن، اعتقاد دارن، خب رفتن در بخش اقلیت قرار گرفتن و بهائی‌ها یکی از اونها هست. شما حساب بکنید، من اصلا نه طرفدار خانم فائزه هستم نه هیچی، من حتی حاضرم ایشون بیان در این برنامه با من صحبت کنم، برای من هیچ فرقی نمیکنه. ولی من اینو میگم این کاری که خانم فائزه هاشمی کرد یک نافرمانی مدنی کرد به نظر من. نمیدونم دوستان این رو از روی قیز و قرض چی میگن نمیدونم، من بعضی کلمه ها قشنگ نمیتونم بگم، ولی اگه از روی کینه بخوایم اینو حساب نکنیم، من فکر میکنم که این رو بایستی الان تمام این آخوندها، اینو اونایی که علما هستن، نمیدونم علما که آدم به کسایی میگه که علم داره، اینهایی که مرجع تقلید هستن، با این کار خانم هاشمی رفسنجانی کاملا مخالف هستن، حتی پدر ایشون، ولی ایشون این حرکت رو کرد. من فکر میکنم که اگر بخوام یک قسمت مثبتش رو نگاه کنیم، من فکر نمیکنم کار بدی رو انجام دادن. ایشون یک تابو شکنی کردن. کار ایشون کار دقیقاً 100% کار ایشون کار خیلی هم تابو شکنی بوده و همینی که خانم فائزه رفسنجانی به هر حال یه مدت 6 ماه در کنار خانم فریبا کمال آبادی حبس کشیدن، یعنی در کنار هم زندانی بودن و خیلی جالبه چطور این مدتی که 6 ماه اینا کنار هم بودن، آقایونی که حالا به اسم علما واقعا همونطور که شما میفرمایید نمیشه اسمشون رو گذاشت، در واقع آخوندهای رژیم یا تندروهای رژیم، من به اینا فقط میشه بگی تندروهای رژیم، که حالا به یه شکلی میخواستن که اینو یه خبری بشه که چرا اصلا شما با یه بهایی رفتی مثلا بهش سمتشو بهش دیدنشو مرخصی رفتی و یه ماجرای خبری درست کردن. ولی در کل بهایی‌ها یکی از علتایی که خیلی بهشون واقعا تو زندان هم جفا میشه و تعداد زندانی بهایی باز ناشناخته مثل مجاهدین، اینی که من از مجاهدین صحبت کردم، حالا نمیخوام بعدها مسلماً مصاحبه ها وقتی پخش بشه بازجو و اطلاعات و اینا خواه نخواه متوجه خواهند شد. نه اینکه من بخوام مثلا از نظر فکری گرایش خاصی به مجاهدین داشته باشم یا به بهایی‌ها. من از قصدم از مطرح کردن کل این حرفا این بوده که فقط مطرح کنم که واقعا به این دو قشر داره توی زندان‌های سیاسی واقعا ظلم میشه، اجحاف میشه و تبعیض قائل میشن. چرا حالا اونا مجاهدن نه من مجاهد هستم، نه اینی که حالا گرایش فکری و عقیدتی به این سازمان دارم، یا همینطور بهایی‌ها. ولی واقعا حکمای سنگین به بهایی‌ها داده میشه به خاطر اینکه اینا رو منتسبشون میکنن به ارتباط داشتن با اسرائیل و چون این یه همچین چیزایی بهشون منتسب میکنن دیگه بحث فقط عقیدت دینی نیست، اینو کاملا یه روشی انجام میدن که بیشتر ظلم در حقشون بشه. مثلا همین خانم فریبا کمال آبادی یه خانمی بود که واقعا از نظر علمی، انسانی، اخلاقی جزو بهترین ها بودن توی زندان. یعنی کلاسایی که من خودم شخصا با ایشون داشتم، کلاس فلسفه، تاریخ، زبان، برای اینکه مثلا زمان تو زندان بچه‌ها به قول معروف بی خود حروم نشه و اینا، یعنی عالی بودن این خانم. حالا اینا بهشون 20 سال حکم داده، بعد از 8 سال حکمی که این خانم تحمل کردن شده 10 سال.
بعد این همه مثلا فشار حقوق بشری که به جمهوری آورده شد، خب حالا اینا حکمشون شده 10 سال. یا مثلا در مورد خانم نرگس محمدی که جزو یکی از بهترین ها واقعا بودن و خوشبختانه خودم موردشون کار خبری خیلی شد، ولی 16 سال زندان اصلا مفهومش، من از روزی که حکم ایشون رو خوندم هنوز شوکم که آخه یعنی چی؟ یه مادری که دو تا بچه دوقلو داره توی زندان، بیماری‌های متعدد داره، یعنی بیماری مثلا واقعا حالشون بد میشد. تو همون دوره‌ای که من توی زندان بودم 3 دفعه 4 دفعه این خانم اعدام‌های مختلف و 2 دفعه بیمارستان بستری شدن. خب اصلا اگر حکمی قرار باشه داشته باشن ایشون با بیماری‌هایی که هست بهشون عدم تحمل میدن، یعنی باید حکمشون رو تو بیمارستان بگذرونن. خب این خانم بهشون 16 سال حکم آقای صلواتی داده که بعد میگن چرا شما اعتماد نمی‌کنین؟ شما چطوری انتظار دارین فعال مدنی به شما اعتماد کنه وقتی شما از نهایت سرکوب بر علیه کی؟ برای خانمی مثل نرگس محمدی که حتی تز براندازی هم مثل مجاهدین تو ذهنش نیست، یعنی فقط یه فعالیت مثلا صلح‌جویانه و رفتار فوق‌العاده انسانی با همه، یعنی حتی با دشمنش، با بازجوش، طوری که سعی کنه یه جوری اونو تحت تاثیر فکری قرار بده. خب به این خانم شما 16 سال حبس دادید. ملاقات با بچه‌هاش که به خاطر اینکه بچه‌هاش رو ایشون مجبور شد بفرسته فرانسه چون کسی نبود که عملاً ازش نگهداری کنه پیش جناب آقای تقی رحمانی، خب بهش حتی به خاطر فشار قرار دادنشون تماس تلفنی 8 ماه تمام شما با بچه‌هاش نمیتونست تماس تلفنی برقرار کنه، که یکی از چیزایی که من خیلی بعد از زندانم سعی کردم روش، واقعا تو خیلی جاها کار کردم که بابا حداقل تماس تلفنی دوره‌ای با بچه‌هاش دیگه، با بچه 10 ساله 12 ساله که کار سیاسی نیست، این حق یه مادره که حداقل صدای بچه‌هاشو بشنوه که اینقدر از نظر روحی و مسائل دیگه تو افسردگی قرار نگیره. و حالا به هر شکل کارهایی که در مورد تقریبا خصوصا بند نسوان، به خاطر اینکه حکومت زن ستیزه انقدری که به بند نسوان از نظر من شخصا یه سری اجحاف و تبعیضات انجام میشه تو بندای حتی مردا نیست. مثلا اینکه بند نسوان تلفن ندارن، یعنی تلفنی که یه نفر مثلا ملاقاتی نداره میخواد روند پروندهش رو اطلاع بده به خانواده‌اش یا با وکیلش، مشکلی که خود من اونجا داشتم یه چیزی حدود 2 ماه برای پیگیری پروندهت باید وقت بذاری. خب اینا همه تبعیضه، اینا همه شرایطی که واقعا حالا باید مطرح بشه، روش کار بشه. یا شرایط غذایی که حالا مثلا مرغی که وارد بند نسوان میشد مال تاریخ مصرفش مال 1 سال پیش بود، واقعا تاریخ مصرف رو نگاه کردیم مال 1 سال پیش بود. خب این از نظر بهداشتی شما از سازمان‌های حقوق بشری برای هر زندانی مبلغی دریافت می‌کنین، چی کار می‌کنین؟ همه جور پول مملکت رو که به سوریه و لبنان و جای که دوست دارین میفرستین. مردم هم که یه عده‌ایشون از نظر اقتصادی تو فشار مضاعف هستن، ولی دیگه اینی که بیاین مرغی که میدین یا اصلا گوشت که وجود نداشت به عنوان سهمیه زندان، زندانی که 15 سال حبس داره و درآمدی نداره اونجا چجوری میخواد زندگیشو بگذرونه؟ چه شرایطی رو میخواد داشته باشه؟ من یه چیزی رو میخوام اینجا بهت بگم. ببین ما تو بد زمانه‌ای داریم زندگی میکنیم. الو صدای من هست؟ صدای من هست؟ الو بله عزیزم. من میخوام یه چیزی رو مطرح کنم چون وقت محدوده، میخوام 1 سال آخری بعدا ازت میکنم. ببین ما تو بد زمانی گرفتار شدیم، ما در یک دوگانگی قرار گرفتیم، بیرون مرزی ها داخل مرزی ها شدیم و این خیلی کارها رو دشوار میکنه. حرفی رو که شما الان میخوای بزنی من فقط میشم شنونده. درد رو تو کشیدی، تو احساس کردی، تو مرغ 1 سال تاریخ گذشته رو خوردی، ولی من نه. من اینجا در کشوری زندگی من امثال من از خودم شروع میکنم که به دیگران بر نخوره. من در کشوری که زندگی میکنم تمام تحصیلاتی که برای اون کشور برای مردمش در نظر گرفته برای من نوعی هم در نظر گرفته، چون من اینجا اقامت دائم این کشور رو دارم. پس اینجا فاصله بین من و شکوفه میفته که من درد شکوفه رو فقط میشنوم. من هر وقت تونستم درد شکوفه ها رو احساس کنم فکر میکنم که ما میتونیم در این باره به همدیگه بیشتر کمک کنیم، اطلاع رسانی کنیم، اعتماد کنیم. ما باید به هم اعتماد کنیم، ما بایستی به هم کمک همدیگه احتیاج داریم. صدای شکوفه رو از داخل ایران یکی باید بیاره بیرون ایران، گروه‌های باید اینجا باشن که شکوفه رو کمک بکنن. من یک مسئله رو میگم،
آشتی ملی، من فکر میکنم این اگر بخواد این به عنوان یک نافرمانی مدنی، ببینید من وقتی میگم نافرمانی مدنی چون انقدر در عرض این 38 سال مردم از ریز و درشت، از هر طبقه، از هر قومی، از هر گویشی، از هر زبانی در ایران بگیرید سوء استفاده شده، از نظر مالی، جنسی، از همه آزادیشون از اینا سوء استفاده شده. به اینا نمیدونم کلمات به ذهنم الان نمیاد، میدونم که اینا به اینا ظلم شده، راحت بگم. وقتی من خیلی به کلمه آشتی ملی کار دارم ولی همه آشتی ملی رو بدجور فهمیدن. من یه نوشته رو یکی از دوستای من در فیسبوک نوشته بود، اگه اجازه بدید من اینو میخونم، بعد نظرتون میخوام در مورد آشتی ملی بدونم. من امیدوارم بعدا دوباره برنامه بتونم داشته باشم با تو که در مورد یک روز زندان که یک زندانی زن از صبح تا غروب چیکار میکنه، چون این واقعا برنامه محدوده. بذار من اینو بخونم. میگه آشتی ملی زمانی عملی میشود که اولا ایران دارای رهبری مردم دوست و طرفدار عموم مردم داشته باشیم که با برنامه درست و سیستم اقتصادی مردمی توأم با عدالت اقتصادی، اجتماعی و قانونی این دوران ننگین و از این زندان عمومی که در ایران به وجود آمده است و مردم بیگناه در آن دست و پا میزنند نجات از حکومت منفور و ننگین اسلامی در ایران، زمانی که قانون اساسی و تأمین امور اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی این مهم هستش. ما اگر بتونیم در ایران گروه‌هایی رو بدون کسایی که ترس نداشته باشن و واقعا دارن کار مدنی انجام میدن، دور همدیگه جمع بشن، گروه‌هایی رو تشکیل بدن، بالاخره شما بخوای هر حرکتی بکنی این سرکوب میکنه. ولی من میگم، همیشه میگم در یک جامعه همه قرار نیست سیاسی فکر کنن، همه قرار نیست کار سیاسی بکنن. اگر هر چیزی سر جای خودش قرار بگیره، اگر مردم بدونن که وظیفه خودشون در قبال خودشون، حق شهروندیشون چیه، من فکر میکنم ما به یک جامعه پویاتری دست پیدا میکنیم. حالا به نظر تو آشتی ملی چی؟ واقعا در ایران آشتی ملی به وجود میاد یا نه؟ این مردم چجوری میتونه همسایه خودش رو که به نظر خودش جاسوسی خونش میکرده ببخش؟ من نمیدونم این جریان آشتی ملی خیلی کار مهمی هست و من نمیدونم از کجا باید چجوری شروع کرد. من نظرتو میخوام بدونم. فکر کنم 5 دقیقه میتونی صحبت کنی. 5 دقیقه. ببخشید من اینو یه توضیح خدمتتون بدم در رابطه با اینی که فرمودین آشتی ملی و قانون اساسی چیزی که تو ایران حالا باید یعنی هست یا نیست. یه بحث مهمش اینه که اصلا قانون اساسی که اینا خودشون در واقع انجام دادن همون قانون اساسی رو بهش عمل نمی کنن. یعنی مثلا دستگیری شخص، خود من طبق قانون اساسی مثلا من جرمم چی بوده؟ تجمعات خانم نسرین ستوده که یه فعال مدنیه، یعنی هیچ کار خاصی ایشون نمیکنه برای حقوق در واقع شهروندی و حقوق و کارش فعال مدنی هستن. خب من چندین بار مثلا بوده که کنار ایشون بودم، خب در کنار ایشون عکس زندانیای سیاسی رو ما عکس گرفتیم و یه نشستی حالا توی دقیقاً حالا خیابونم بوده، طوری نبوده، کنار کانون وکلا. خب این یه جرمی که برای من مثلا تجمع و تبانی که در نظر گرفتن، این در واقع چی بوده؟ این در واقع تجمع کنار خانم نسرین بوده، یا مثلا تجمع فرض کنین کنار زندان اوین برای آزادی زندانیان سیاسی، در حالی که طبق اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی نه قوانین حقوق بشری تجمع و تبانی که حمل سلاح درش نباشه و به قول خودشون مفسده اسلامی نداشته باشه کاملا در واقع قانونی هست. یعنی این قانون اساسی خودشونه، اصلیه که من روزی که دادگاه هم بود وکیلم ازش دفاع کرد و خودم در موردش صحبت کردم، ولی خب پذیرفته هم نشد. عملا 5 سال تعلیق من به خاطر همون تجمعاته. ولی در کل من میخوام اینو عرض کنم، آشتی ملی تا زمانی که من بهش اعتقاد ندارم، تا زمانی که این حکومت هست چیزی به نام آشتی ملی وجود نداره. من بهش معتقد نیستم، چون حکومتی نیست که اصلا حرفی با دموکراسی و آزادی خواهی داشته باشه. در صورتی که حکومت کنار مردم باشه، درد مردم رو درک کنه و حرکت کنه براشون، زندانیان سیاسی بخش کوچیکی از جامعه ما هست. این یه واقعیتیه که همه مردم نیستن. ولی حکومت آقای روحانی زمانی که وعده‌های انتخاباتی میداد، یکی از بیشترین وعده‌هاش چی بود؟ آزادی زندانیان سیاسی.
کیو آزاد کردن غیر از خانم نسرین ستوده که خیلی خبری شده بود؟ آیا این همه زندانی سیاسی وجود داشت، آزادی وجود داشت براشون؟ نبود. پس نتیجتا آشتی ملی، من نظرم اینه که در صورت تا زمانی که این حکومت هست و تا زمانی که دیکتاتوری تو کشور ما هست، آشتی ملی مفهومی نداره. خب. حالا من نمیدونم حرفم مفهوم خدمتتون عرض کردم. حالا من وقتی گفتم آشتی ملی، من نگفتم با حکومت کسی آشتی میکنه. ببین همین الان در داخل ایران چند دستگی وجود داره یا نه؟ اصلاح طلب، اصولگرا، نمیدونم این خائنه، اون اطلاعاتی، اون بسیجی. از اون نظر من عرض میکنم خدمتتون، این نیروها اگه دور هم دیگه جمع بشن، من فکر میکنم آشتی ملی همه براندازن. اصلا خود حکومت میدونه که دیگه به پایهاش چه میدونم داره سقوط میکنه. این داخل ایران، این اجتماعاتی که داخل ایران هستن، اگر اینها بتونن این نافرمانی های مدنی رو به درستی انجام بدن، از اونجا هست که آشتی ملی به وجود میاد برای یک انتخابات آزاد. طرف ببینید، بله ببینید من عرض کنم خدمتتون، این نظر شخصی منه. یک طرف ما در واقع فعالین مدنی رو داریم و اپوزیسیونی رو داریم که با هم اتحاد ندارن تا به اون آشتی ملی برسن و مهمترین قسمتش اینه که اونا راهبر و راهگشای مردمی هستن که به هر حال باید مردم به اونها بتونن اعتماد کنن. و بحث دومش ترسیه که جامعه کلی مردم، یعنی عامه مردم دارن به خاطر سرکوب‌های وحشتناکی که از سال 60 خصوصا به بعد هر 10 سال به 10 سال تو این کشور تکرار شده، 60 شده 67 وحشتناک بوده این در واقع کشتار و سرکوب و حالا زندان‌های سیاسی و به طرز وحشت گورای دست جمعی. بعد از اون دوباره 78 این موضوع تکرار شده و 88 که به اوجش رسید و واقعا فاجعه در واقع کهریزک و کشتارهای اون شکلی و ضرب و شتم و 1001 مسئله دیگه. برای همین یه مقدار زیادی به نظر من بحث یه طرف فعالینن و یک طرف ترسی که مردم واقعا در دلشون از حکومت ایجاد شده. حکومت به راحتی نمیگذره از مردم و از فعالین سیاسی. وقتی میاد حکم 20 سال میده، 16 سال میده به یه فعال مدنی که تازه مستقیما حرفی از براندازی نزده. خانم مثلا نرگس محمدی جزو کسانی بود که توی انتخابات اخیر ایشون و خانم بهار هدایت اومدن رأی دادن به اصلاح طلبها. پس این آدم برانداز نیست، ولی وقتی با این وجود میاد بهش 16 سال حکم میده، این پیامش چیه؟ پیامش به مردم اینه که اگر کوچکترین مخالفت کردین با یه همچین حکما و با یه همچین مسائلی طرف هستین. خیلی ممنون شکوفه عزیزم. ببخشید من چون توی مسافرت هستم شرمنده مجبورم این بحث رو فعلا با شما خاتمه بدم تا بعد اگر که امکانش حتما یک بار دیگه من از تو دعوت خواهم کرد که بیایی. ببین فقط برای چند ثانیه، خب اگر پیامی داری برای کسانی که بیرون از ایران هستن، داخل ایران که خودتون هستید، بگو. بله پیام اینه که من نظرم اینه که ببخشید اگر امکانش باشه من در رابطه با فقط اینی که در کنار هم باشیم، اتحاد داشته باشیم و زندانیان سیاسی رو فراموش نکنیم. اونا سرمایه‌های جامعه ما هستن که از جونشون، خانوادهشون و خواسته هاشون گذشتن. خیلی نسبت بهشون بی‌تفاوت نباشیم. خیلی ممنون، متشکرم. از همینجا که به ذهنم میرسه فرصت کوتاهم. مرسی، از همینجا ازت تشکر میکنم. روز خوبی داشته باشیم. برای سفر خیلی خوبی آرزو میکنم. متشکرم، برای سفر خوبی آرزو میکنم. امیدوارم که به سلامت هر جا که میخوای بری و به در کنار خانواده خوش بگذره. از همینجا از همه بینندگان و شنوندگان این برنامه خداحافظی میکنم. امیدوارم که صدای شکوفه های آذر باشیم. خیلی ممنون، روزتون بخیر، خدا نگهدار. ممنون، متشکرم، روز خوبی داشته باشیم.